با سلام خدمت دوستان گرامی، پارسا افشار هستم، مدیریت باربری خونه بار. خیلی از دوستان پرسیدن که آیا در اون شهر اهواز بیمه وجود داره، نداره، چه جوریه؟ ما بارها تلفنی جواب مشتریان رو دادیم و امروز اومدیم برای اولین بار پشت پرده این بیمه و بارنامه رو برای دوستان افشاگری کنیم. ببینید، در واقع هیچ بیمه در اون شهری در اهواز اصلا وجود نداره و تمام شهرستان ها هم همینطوره. یعنی بیمه در اون شهری اصلا وجود نداره برای باربری، فقط برون شهری داره. اونم برون شهری مثلا برای شیراز، کرج، میخوایم مثلا اسباب کشی ارسال کنیم، خب اسباب رو ارسال بکنیم اونور، مثلا بیمه بازم محدودیت داره. همینطور اینطور نیستش که مثلا یه وسیله بشکنه بیمه بیاد پرداخت بکنه. چه جوریه؟ بیمه یا آقا زمانی پرداخت میکنه که خدایی نکرده ماشین چپ بشه، آتیش بگیره یا ماشین بدزدن. یعنی در این سه حالت بیمه پرداخت میکنه. پس برمیگرده به چی؟ برمیگرده به کارگر خوب، به بارچین خوب که باید این بار رو یه جوری داخل ماشین چیدمان کنه که به هم دیگه قفل بکنه و موقع حرکت راننده این بار تکون نخوره. فلسفهش همینه. پس مواظب باشید، بارتون رو به هر باربری نسپارید. خیلی باربری خوب خیلی هستن، ولی باید حواستون باشه، چون واقعا خیلی ها میان تو برنامه دیوار دنبال باربری ها میگردن و متاسفانه داخل برنامه دیوار باربری های فیک خیلی زیاده. یعنی با تمام جرئت میتونم بگم که 90% باربری که داخل دیوار میبینید فیک هست. چون واقعا شما تصور کنید داخل شهر اهواز شاید بگم کمتر 50 تا دفتر باربری هست و داخل برنامه دیوار بالای 5000 تا آگهی. خب اینا از کجا میان؟ مسلمه که فیکن. پس حواستون باشه به هر باربری بار خودتون رو نسپارید. اگه خواستید با ما تماس بگیرید یا خدماتی از ما بگیرید، کافیه کلمه باربری خونه بار رو در گوگل سرچ بکنید و وارد وبسایت ما بشید و شماره تماسایی که داخل اون سایت درج شدن رو میتونید تماس بگیرید و مشاوره بگیرید.